از دیدنی روی چگولی شما به محبت سر به آسمان رسیده مخلصانی جان و دل و دیده مزه کنید دیده و خندیده مخلصانی جان و دل و دیده مزه کنید دیده و خندیده همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده با شما تالا رجب دل را باز مهر شما در دل و هم دیده با شما تالا رجب دل را باز مهر شما در دل و هم دیده گه گه ما با شوخی غیبت کنیم قرصک زنید شما نرنجیده یک سو گذارید غمی روزگار خانه روید با طبیب بالیده همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده دارد ندارد غمی هر کجا گردید نترسیده گر تقا دارد ندارد غمی هر کجا گردید نترسیده همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده السلام علیکم تماشابینانی که خودی حاضر در استودیوی تلویزیون سفینه حضور دارند شما را خوش آمدیتان میگویم شما خوشبخت‌ترین آدم‌ها هستید خوشبخت‌ترین نفرانی هستید که نخستین برنامه هجوی ما را تماشا دارید عزیزان بارک الله مقصد و مرام ما یک است این هم باشد کمی باشد هم همین طبع نازکی شمایان عزیز خوش کردن است البته با سخنهای بهترین با سخنهای شوخترین و من گفتنی هستم که میگویند که خنده هم داروست انسان را تبابت میکند امروز البته ما همین تبابت کنی را شروع میکنیم از این فرصت های قلعه استفاده برده به همه آن نفرانی که این ساعت ما را تماشا کردند گفتنی هستم اگر مبادا بین شما نفرانی باشند که صاحب استعداد خندانیدن داشته باشند پس انا همین برنامه ما برای شما یک منبری بهترین خواهد گردید عزیزان با ما در تماس شوید به تلویزیون سفینه مراجعت کنید ما استعداد شما را بهاگذاری میکنیم و البته ما امکانیت میدیم تا اینکه شما از صحنه بلندی تلویزیون سفینه مردم را خندانیده باشید یک قرصک برای سازمان دهندگان برنامه امروزه
مخلصان حج و خانه در اینجا حضور دارند. اگر خودتان دانید اگر من همین قرصک خودش بهترین چیزش برای مکافات برای ما صنعتکاران هم تو نمی ما باش ما معقول شود یک قرصک میزنید یک خنده میکنید همینش بس است. گل دخترکای یک واقعه عجیب یادم رسید نگفته نمیتونم من همین خیلی آدم ده بازار دوگانه یک دیگرشون که خندیده رفسودیان خنده که رفسودیان یک جوانی هستم اونجا گذشته شده دختری نه سلام علیکم پگاه یک آفیسی من به مرحمت کنید گفتم اوه زنکا باز گفتم نه من دکتر استماتولوگ گفته است. عزیزا ما شوخی میکنیم یگان نفرتون به سخت نرسد عزیزان دلو دیدم و چون میبینم که اومد در برنامه ها در شبکه‌های اینترنتی هم گوییم در کجای نبینیم حاضر بسیار عنعنه به در آمده است یک آدمی کلان باید که پهلوش به یک آدمی میده که گرفته گردد ده ما هم از زمانه قفا نمیمونیم دوستان عزیز و ارجمند آدمی میده که برنامه ما قهرمان جان یاراف یک قرصک میزنیم مرحمت باش قهرمان جان شما رو خوش آمدید میگویم سلامت باشید تکه جان من بسیار من نگاه کرده حاضر هم تو استاده نگاه کرده روان گفته استادم که از کجا همین سر و لباس میخریدگی باشید تو یا میدوزونی من میدوزونم میدوزونی بهتر میشد عالمی کودکا با میرفتی چون گوه ارزان اونجا یک شما کاستومک میگرفتی اصلا اونجا فقط شما من مسخره کردی تو مسخره نه این هم تو قبول کن من کودکا با برابر کساتی اون یه اندازه دادرم حاضر من اگر همین کاستوم مکشم تو دهم ممکن است که تو سال همین زمستان خنک قهرتون پالتو کتی گذرانی فهمیدی تو قهرمان جان به هر حال من میخوام که یک گذشته نشینید شما تو میدونی قهرمان یک چیز به من قولده همین دوشنبه شنبه وقتی که من اولین بار بعد همین اتوبوس‌های نو اومدم همین نگاه میکنم که بعضی همین آدم‌ها همشون میدونن دستشون که این خیال میکنن میرنده منم از کجا دارم آخه منم از کجا دارم منم رفتیم و دستم این خیال کردم بعد اونجا گفتن که برادر قفا بروید سوار نشوید چی گفتم اونجا کارت بود است کارت شما وای پلاستیک هم کارت اینه مبلغ سوال میکند کو اتوبوس شما همونو گفتی دوامش بین دوامش چا کرد با دویده دوی ماشین اتوبوس برو اومدم من گفتم دوشنبه ابالا تماشا میکنم گفتم نگاه کنم شفیور نیست زارم دارید فهمیدی نگاه کنم شفیور نیست این کجا میبرد گفتم من سالی بعد از اونجا فرو اومدم دادرم فرو اومدی چا کرد دوشنبه دیده نشناختم دبی تپه تیاری نگوید رسو دبی زیباگی تاجیکستان زیباگیش بینه دوشنبه یگان بار لیفت بنشستیم لیفت توش تیزیش بین همین توگمچه میجقی توگمچه میجقی با بهترین اوینا کی گوید اوینا با خودت تماشا کردی میبری تو جای تر کردی چرا خودت تماشا میکنی اوینا خوشای گلیفته تو کی خودت تماشا کردی اما همین سری تماشا کردم برادر جان یک بار دکتر با مراجعت کن چقدر خودت به نمودیمی آخر همه لیفتی که زمانه به هکو لیفت حاضره بینای بلند اوشانو با هم تو میدروید وای تازگیش بینید وای خوشروگیش بینید همه خوشروگیش افتت میبینید این خیلی وای چی لالا جمعی زفر برابری لوباف نسبی این خیلی گپونه بهترین میشود است کو مدنیت های اوکی قهرمان من یک چی گفتنی هستم همین سالی رفته استاده برای ما حجونیگاران سالی پر از برار بود میدونی برای چی پربار بود چون که قهرمانی روایت ها افسانه ها خواجه نصرالدین افندی بر روی خط نعمت های غیر مادی تشکیلات یونسکو نامنویس شد یک قرصه شما باشید ما حجونیگارا قبط گوش گرفتیم زیرا ما نبیره های خواجه نصرالدین افندی دوره های یاشی شنبه بالی خرشون بشتیان و دوستی نزدیکشون خر بوده و کسا نشسته رفته ایستاده بینن که همون دیوار بالاش یک شاخی درخت همیخه کوچه به آویزان و سیبای بسیار بزیب بود است همین حرکتی آمدیان همین دستشون دراز کنن نمیرسد ده بالی خر با برامده یک شاخ قپیده یک تش میکنم گفت صاحبش اومد است یا این نگویدم اینجا اسکته است تو سیب من دوزیسا دیگه حاضر جوابی خواجه بینید من سیب دوز نیم آخر افتیدم گفتیم خر رفتم است نبینید خواجه نگاه کنم خر به چپه نشستگی کلی خر اون طرف انده خواجه تینجی میگن من بلاهای عقفا آمسادگیه پشت میکنم پیش آمسادگیشه که پشت میکنند پیش میامدگی بلای خرم میفهمد گفتیان اله هیچگاه دستی عزیزم یگان نفر
پاچکش به خور نخلد. چی گفتی؟ راست گفتی. بازاری دوشنبه شب رفتگی تو؟ ها؟ بهترین بازار. بهترین. لیکن باز یک چیز دیگرش همین که من اینها مواد دوریا گفتم من نمیمونن. من اینجا بسیاری برخی دانشجویی هستن. دوشنبه شهری سیاحا گوییم من خیلی خطا نمیکنیم. من حاضر. همین خیلی نگاه میکنی یک آفریقایی یک تا انگلیسیانی نه؟ یک تا انگلیسیانی بازار برفته است. بازاری همین وایبا دوشنبه با. What is فروشنده با؟ فروشنده سیبای فیض‌آباد. What 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم دار ویم سافدوک شد گفته بور کر کلی سومکا давай سومکا گفتم من no هر یک دانش کاغذ پیچ ویم اكو این توریست این سیاح گفته هر یک دانش کاغذ پیچ کرد داده پولش گرفته سلامت باشید خوش آمدید گفتم من what is this با هم خیلی گفتن انار گفتم من 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم انار هم کردم سومکا پاکت کاغذ پیچ و سیاح با این طرف من یکره what is got این گیلاس فروخته نمیشد فروخته نمیشد. خلاص تشکر زیاد سلامت باشید. با تماشابینان گرامی قدر یک بار دیگر یادداشت میکنیم که این نخستین برنامه هجوی تقدیم از تلویزیون سفینه عزیزان دل. میگن که 7 بار چین کنی 1 بار بور همین خیلی حاضر تو 7 بار چین میکنی که یک کس بریده میبرود برای همین برای آنکه بریده نروند شما من 1 بار شناندم به همین شیشته نگیرید ده شما من به جواب دهید برای چی شما ریپیتیسی نوبتی به دیر آمدید همین شما بفهمانید نزدیک همین شاهدا بفهمانید که برای چی شما دیر آمدید همین سریع آخه اکو جان من همیشه شب عموما خوب کردگیم نه شما نپرسید و من نگویم اینا بهترش من میسرایم همراه گوش میکنیم Babaram my Lakshmi Dawlatchinam my Lakshmi Daryak makoni zebo Khayma zanam my Lakshmi In shabaga pukora Uftadi ham my Lakshmi In shabaga pukora Uftadi ham my Lakshmi روز در خیمه شد جنگی روز تمامه لشکری که حمله کرد از 4 طرف طلع کرد کیم چی شد و به ما خواست یک از بالا پایان تاخت دسته بردم به پشتم یک که مسته کشتم انا میخواد پکار احتیاط کنید که یگان کایکی کلانتر گرفته نرود شما دادارم نه آخه شما یک چیزی میپرسم واسه بدید تینجیمی یک تا سوال عجایب خوب همین گوید همین خورپشتک خب در کفایش چند تا خور دارد این همون خورپشتکی یاژیک میاخی چند تا خور دارد در پشتش اكو اخماق شدید تازه چی بگوه چی با هوای هم اكو چیزی که ما شمردن ما دکار می دانستن ما دکار می آخه این من به شب قواردیه یک فهمم که چقدر خورش همون خورپشتکه همین من چی گم بچه‌ها همین من چی گم خیلی قپ شمور یک تا همین قپ دست به 1 2 شمور ای دانا این گفتی شما منم میدونم اوای من وقتی که خورپشتک میکپم کو هم تو وای خوراش شمرم میگویم وای منم تو کرده میجوم خب سونی شمارش گم میکنم اینطور باشد قهرمان جان خورپشتک گیر نزدیک کرسی برو کرسی به خورپشتک گذار بالاش بشین چی با خانت برفته میه شموری دستانی مانده
اینک دوستان عزیز و ارجمند واقعی نوبتی رو تماشا میکنیم. اینک لوی دریاچه دوشنبینکه گوییم. یک مرد تقریبا 55 ساله ماهیگیری دارد. من سلام علیکم برادر. وعلیکم. شما درست ناس هستید می؟ رحمت شما نازمی. و این زرکو امروز ماهی داری کو کارا؟ آها. گوش کنید برادر. لبای. من نفهمیدم شما یا. چیا؟ اون مادامی که ماهی داشته باشید، چرا یک تا شست پیش بیو، یک تا شست در کفاتون؟ فهمیدم میخواهید می؟ البته این چیه؟ این عجایبات این کنی فهمانی تی زرکو این. پولش دیهت پولش. پولکی می اولی با. آها. معلش من اینو گیریدو یک خوشرو کار فهمانی تی منم از شما یاد گیرم ماهی داری ها. اوکا جان شیرین نگاه کنید من یک تا شسته دریابه میپرتم یک تا شسته خشکی با میدونید برای چی؟ برای چی؟ الان بی دریانگیش هست کو عموما ماهی قپیدگیش نیم الان باید قفانگیش باشد الکن سیام اخماق ما به 50 سامان دوساز قهرمان جان انا اکنون حاضر من بسیار میخواستم که یک نفر از بچه ها دعوت کنیم. چی گفتید؟ کاری ناز میشه. بهترین میشه بعد یک نفر شیرپلنگ کی باشد وای مرحمت بیایید یک قرصک میزنیم برای دوستی عزیزی ما. سلام علیکم. نامتان چی؟ یوسف. شما عاشق می؟ شدگی پشیمان شدگی. پشیمانی سود ندارد دادرم گوش کنید از این خیلی میکنیم. شما یگان بار دختر به گپ پرتافتگی میکنی چنده؟ ها من دختر شما بچه رفتیم دختری نه حالا ایست من خانه برامدگیم نه یک بار ایستادرم من خانه منده از موی ها ما خی میکره دستان ما الگی بره روی ها ما فیزیکا کره بعد میبرم من چه با کوچگی وقتی گاو زدیم توبه نه سلام علیکم. و علیکم. شما هم در اینجا اتوبوس رو انتظارید؟ همینجا ایستگاه گفتگی همینجا به اتوبوس میاد گفتگی ده. شما چی؟ منم هم خیلی. دختری ناز شما نامتون چی؟ نامی کی؟ نامی شما. برای چی؟ پرسیدم هم خیلی. شما چی؟ پاسپورت استال می؟ راستی رنگ شما خوش رو ندیدم. نام شما چی؟ نامی من کفتربیک. کفتربیک. بینی هد نامی بهترین. بله. کفتربیک. خب. ایخ خوراخوری گم نزنید من با. دیگر چه یکان جو من. مثلا با یکان جو به تماشا می رفتیم. کجا؟ با باغ استقلال. مایلش؟ یا با باغ حیوانات. با باغ حیوانات؟ یک آدم از لبی دریا رفتم ماهی گرفته است یک ماهی تیلاگی فرم دست رنگ افسانه برین همین خمه بردارد که ماهی گپ بدر آمده است دادرم من گشته باز آب بپرتایید خواهشتون اجرا میکنم این بچه هم 3 تا گفت نه باید پیش 3 تا بود حاضر 1 تا شده گرفته است این بچه هم گفت که من میخوام که کارم همه وقت آمد کند همین ماهی سر میتیاد نگاه میکند که پس سنگ بعد دو جامدان پول پول گرفته از 1 تاش یورو 1 تاش دلار گفت گرفته آمده کارخانه‌اش به خانه‌اش به مناسب کارخانه‌اش بیاد که وای راحت رئیس مرحمت راحت شما با هندوستان با بچه حیران کارو آمده شبین هندوستان برفته از همین سمالیات فرود دخترکای هندو آمده گردنش به این خیلی بها میپرتم که گردنم گولکتی ساختگی وای با چقدر تحفه ها مهمان خانه های بسیار بزیب این بچه حیران نخواد که کارم همه وقت آمد کند یک دختری بزیب ترین هندوستان آمدگی اوه وای دختری دست اوه میرا ژاپنی انگلیسی خلاصی گپ این کاری این بچه بین همین من اخوردی کینا تماشا کردم میبینم بین همین ابروانتون به یک نقطه سرخ است هوای چی باشد گفته تنگه گرفته تازه کند گاز 24 بریده است کارا آمده شبین زور کرد است که همونجا گاز 24 بریده است اینک قهرمان جان جوانی عاشق من دختر ایسکوخ با دختر رو چه گپ پرتوی سلام علیکم دختره که خوش رو شما رئیسی محله می یا من جوانی عاشق این خیلی نمی بیاد دوای خیلی باید چه بیارم دیگه خیلی بیام سرود خانم شیفی روی شما
سبزه جانم سبزه باقی کلانم سبزه سلام آخه علیکم شما عاشق حاضر می سبزه خونده ها آخه عاشق دختر شب دختر شما سلام علیکم و علیکم السلام ممکن شنو شدن مایلش چی به مایلش چی به مایلش او مان وای بچه عذاب کشته اول گپ پرسه تو آخه یگان تو شناس نداشتم ولی در وقت مایلش گوی چی میشده خب چی گویم باید من از وقت دخترای تو میگفتگی نیه گوی فهمیدم رفتیم دختر بسیار بزیبک نازکک سمکه چشای دستش به انا سلام علیکم و علیکم السلام ممکن قطعا شناس شویم این من باید دخترای شما میگفتی که نی بارکالله نام من موحیدین نام شما مدینه بانو چی بگفتی نامتا چی بگفتی نامتا پرسیده دختر کفته یاف گو من عذاب کشم کفته یاو میگم مایلش نام من موحیدین نام شما کفته یاو اوه دختری ناز میبخشید اگر ممکن باشد یک تبریکی و دادر گفتند عاشقای شهر دوشنبه باغ استقلال میرفتین شما برام کشکی مر کاشکی خیل کاشکی من حالی وای باغ استقلال اکنون نرفتم تو من یکم بار دیسری چخل تو کاشکی میگویی نه گفتنم در کار می نه هم نگوی هایم دخترها با همی خیل ندانم کلمه زور ندانم ندانم او دختره کس کو وای چونیکتون چای تارت میگه همی خیلی گازم ندانم رفتیم باغ استقلال گفتم اگر راضی باشید ندانم نه ندانم ندانم میبخشید نامتان چی گفتید مدینه نگوه گفتم نگوه چی گفتید گفته پرسیدید اوکی نگو گفته بوم نگو میگی گوش کن بچه شو بچه شو جوان کنی قفاتر را اون طرفتر را درونی خونی ما نیست نه دیدم رفتیم پیاده نبیاد دیلم با زد موشیقتی میرم چکر ماشین کدیم موشینی وای اوپیلی نپانا هم با اینم اوپیل ده همین اوپیل نظری من مادرش آخ کرگی سنی تاجیکستان هم دیگه باید نمیدونم خب بیا سلام علیکم دختر خوشرو سلام علیکم دختر خوشرو تو بی وقت اینترنت بازی بحث کردم در کار گوشم با هر چی درم سوز دختر خوشرو السلام علیکم نفهمیدم من کودکچه نه من جوانی عاشق جوانی عاشق هماشی میفرا تیز در کشا در کشا و داری جوان نه داری ماشین کشا چکی پیشی ماشین کتی بیا بولی ماتور که گذاشت بولی ماتور که گذاشتی سلام علیکم چند بار سلام میتی یه روز با دختر خوشرو لبای ممکن یک شما کتی گفته شدی من تیار همین عاشق یک سیرگشت کرده اومدیم مایلش این مرحمت درت کار نمیکند پیا وای در ببرده ندکو کنی مرحمت جانم گذارید این درتان چی؟ وای افسوس کار نمیکند وای خودم با این ویران گو خودم بریم ویران نگوی خیر مرحمت کنی مرحمت گذارید اینجا مشخانه بایم دستینه منم در اون داشتم سکارس بدست اینجا سکارس بدست چکی تسمه های بی خطری هم میگذارونیم تسمه های؟ تسمه های بی خطری وای طرف اسکوچ؟ تو میگیره رد چرگان ایوای این رولتون دستم مانده
میبخشید اکا انا چراغچویی که پیش به بازی کرد چی وای ام در گفت مرساد می ها وای مگنیتوفون عزیزم یکان سرود گوش کنیم اگر وای مگنیتوفون کار میکرد با جانم بودو افسوس کار نمیکند نه اگر شما خواهید من خودم برای شما زنده خوانده میتونم زنده مایلاش آروم آروم تو گوشم بگو کی میمونی هر شب هر روز هر لحظه به یادم میمونی ذره ذره از عشق تو مدارم میمیرد من تی فکرم چی جوری دستاتو بگیرم حالا دستات تو دستات نگاهم تو نگاه این چی حسه چی حاله چرا مر و هوا حالا دستات تو دستات نگاهم تو نگاه این چی حسه چی حاله چرا مر و هوا همین الهام خودش چی باشد قهرمان با فکری تو و فکر من الهام این یک چی گم بچه که قشلاقی بالا نه وای کن شما نامی بچه گفتادی دو نه من الهام گفتم الهام آمد مرغی الهام میگم اكو یک و یک چی گو یک علاوه بی دلش میگم می یک علاوه بی دل؟ یک اون تو چی علاوه میشه دل. علاوه دلش یک پیدا میشه خود از خود از آن تو الهامات کی به میاد از آن تو همه الهامم همون وقتی میبیاد که همین معاشم سری وقت گیرم ها یعنی که کیسم پول باشد ها پول بیاد الهام میاد نگوید جا کنید یک روز خانه پول بیاد الهام علی ولی غنی همه میاد گوش کنید پول گفتیم و یک روز خانه یک واقعه عجایب روی داد کلی فهمیم این زنم یک روز تو زن داری می آخه مردک زن دارد داخل ها شوهر نمیکند طوری آخی یک روز زنم اکار بیاد یعنی که زن داشته باشی خوشتامن هم داری خوشتامن دارم اما پوچو همش هست سانی خلاصه چی یه سوال تو با گپتا گم نکن فقط نزدی داروخانه که گذشتگی میتیگم بار گذشتگی همونجا به ات مار پیچیده خلق میسد امبلم هست همون چی میفهمند خیلی همون وای چی باشد همون رمزی همون داروخانه بود که همون داروی زهرش که داروها ها تیار میشد کو نه خوشتامن چای خورسوز زر شما کنایم با همین گپا گفتگی هم فکر نه ما یانگت میدونی چی خیل از تو درباره یانگت گپ زدی شما خونتون با چی خیل گفتم مثلا من مثلا گیریم در این ماشین خودم میکشم فرومده سوار میشد میدونی میدون خودتون گفته استادید برای چی برای که شما میترسید در رب آمده خودتان در میکشید و گپ ترسنده نه ماشین نو یا سخت میپشد داره خلاصی گپ اکو سونه یک روز زنک جای کارم رفته است خب هم تو درات که در اتاق کاری کشادگی بوده است سونی من با میدانی چی گفت مردک جان من همین روز یک کاری خطا کردم من بخشید همین روز کارخانتون ما رفتم هم تو بینم اتاق کارتون درش کشادگی بود هم تو بینم اگر کاستومتون علاوه کرسی مشتگیتون ماندگی بود هم تو کیسهتون کفتم بینم که $700 پول بود هم $200 گرفتم و ماندگیش نگرفته رفته خرید کردم از بازار هم جنگ نمیکنید میگفتم من همیشه گفت سونی من فعلم اومد گفتم اوی چوبه همونه گرفتم و گرفتی آخه همشه گیری میموری میگفتم چوبه داداش گفتم من از وای اتاق کاری که ها برفتگی بودم از وای وظیفه خیلی شد کارا من گفتم کسی کاستوم همین پول گم شد بزنی تو بیتگی نزدی قهرمان جان لبای من شما دادارم ماشینی تیکو برین دیسادیم ماشین تیکو باشم چیکار میکرده از جای بنزینا قیمت شده که آب میرختم و از سحر تا بگاه های میکرم این اسکیه باز می یک تو شما هم پرتوید من منم قرانم شما کنی مخی مکن لبای من شمایت
توبی فوتبالی بر این دیستادیم تو به فوتبالی باشم چیکار میکرد؟ همین نزدی پاچکم مونده الان دروازه با خوبم گل میزدم تو بیا معاشت کم کنیم میا شما من نخود آدم سروری کارخانه‌ش همیشه گفت تو بگیرم شما من تیکو گفتی من خیلی تو مایده هاکی بازی بکو یگام سرت تو مارشروت که بسادگی میدارم سادگی ده انا دیدیم آخی ما میزنیم خوشبختو ما همین میداریم دنگ میزنیم همین زنی تو خوشبخت نیستی همین خیر شما آدمی مایده ما گوش کن من حیات با آدمی مایده شوی نغز می کلان شوی آدمی مایده دلش کلان نه آدمی مایده شوی نغز می کلان شوی شما من با گپ زنید فایده تون کجا بکنید من با گپ زنید کنی فایده ما همه جوابه من آوازی گفتی خود تو من مشکوک به درام اگر سرتون نمیزنید این یک اگر یگان جو کینوخونه به دیگه دیتسکی بلیت میگیرید شما دو انا پول نقلیاتم نیمگی میتیم نیمگی چونکه خودتون نیمگی و یا نیمگی حقا جانم همه جا نیمگی همه جا نیمگی یک قند شما موسید نمیدارید مردک زن و بچه‌هاش خونه مادرش رفته بود شب خودش خواب تخر شد است از طرف مردک سال اكون من با این کلان جوسه بودسو دلش دلی تو بایم بود است مایده بود است میترسید است هم تو گذاشتن تو کنه نگاه کند که تلویزیون باش دیان قولینای گرفته دیان هم تو نگاه کنه از قفای همه دوستو هم گرفته همه شهرخانه برام دیان اینا ما قفای همه ها رفته است کوچه با برام دیان اینا کوچه با برام است چور کوچگی با برام دیان اینا چور کوچگی و ها وای طرف گذاشتن اینا ما قفای زده های ها گفت من کجا با کوچه سادی تو گفت است نگاه کن ایلو خونی یگان نفر بعد دوز نداره چی گفتی قهرمان ما حاضر گپ زدیم یگان بار اتوبوس به تو بی پول شتگی بی پول چیکار کنم راهگیرا دادگی نه اینا میگن که خرگوش روزش به زایت میگن این کار کردی نه که چوکا کردی نه نه تا خرگوش اتوبوس به همیشه سوار شده است اكو تفتیش میبرد کو وای بلیت چیپتاتون میبرد خرگوش دویدم ده پیش خرستاغا من اگوشم قپیدا آینی اتوبوس بیرون برآورده است همین آمده پیشتون که گذشته برافت گشته میمونید فتاس خیرس به فرقش چی خیرس آدمی کلام اگوشش قپیدا آینه برآورده است بلیت شما گفت خیرسم من مرامت بلیت من مرامت دستتون چیزی فتاس وای این پرستاس آخرس دستتون چی گفت هیچی مانا مایده حق چی خیل میشد اصلا اگر کینه فیلم های هندی دوست میداریم قدرم نه دوست نمیداریم وای زنها دوست میدارم پیام زنهای حاضر بودن کینه فیلم های ترکیه دوست میداریم وای کاری زنها ترکی و هندی و یا تو کدام فیلم های ناز میبینی کدام فیلم های جان کلود واندام کجا دیدم جان کلود واندام جنگو تماشا میکنی تو تنزان قهرمان اون من گفتنی هستم که برای چی من پرسید شدم یه روز کینه تئاتر برفتم من همین خیلی نشستیم آشنا قضیه رفیقا که رفتگی پیش به یک تا آدمی کالی شده است سرش کال موش نیستن خوشبخت آدم ده خوشبخت و آشنام گفت که همین اگر کالش به یک تا زنی 50 سو میتیم حالا من که خیلی پول کمتر بود می رفتم یک تا فرام و آدم هم تو نیوکار که قهرمان جان درست میگی گفتم من از قهرمان جام دست می نه گوش کن تو من گفتم که من قهرمان نه میبخشید خطا کردید میبخشید گفتم 50 این گرفتم این اكو آرام نمیشد ده من تو به 100 میتیم یه بار دیگه زم میگوید 100 به دل کشان گوید آخه پول یا حاضر گفتم یک بار دیگه میزنم هی ترس که زنم بابام تینجه چی گفت گفت قهرمان تو میگفتم من 100 بار گفتم من قهرمان نی گفتم از این قطار برامده هو پیش من صدا اینجا استیکا کیسم بگرفتم کو کار کردید نه 150 سومون همین خیلی استان و آرام نمیشد رفته همون قطار پیشنگی زده بیا 500 سومون گفت انا 500 به دل کشان شد آخه پیش بر رفته همین کالاش به زنم همین خیلی گشت که قهرمان تو اینجا نمی من توی قفام گفته یک تا آدم دقت کردم گفتم 500 گرفتم این خیلی کاره فهمو اصلا گیریم اگر قهرمان جان ما امروز در این برنامه بعضن لطیفه کردیم بعضن درباره ژانرهای هجو و خنده گپ زدیم نفرانی هستند که بی آواز اینا نامش ژانر پانتومیم میگوید اگر همین ژانر بام استوکار باشن ما اونها رو نیز دعوت میکنیم عموما همه ژانرهای
ҳаҷви асили тоҷика мо даъват кардани ҳастем. касоне ки хоҳиши ба студияи сафина ба ин барномаи мо омаданӣ бошанд, марҳамат ба телевизиони сафина муроҷиат кунед. мо шуморо ҳатман даъват мекунем. чӣ тавре ки ман дар оғоз гуфтам, ин лоиҳа лоиҳаи бузург аст ва боварии комил дорам ки азизони дилу дида чанд лаҳзае ки бо ҳамроҳии мо будед, албатта ин лаҳзаҳо лаҳзаҳои хотирмони ҳаёти шумоёни азиз мегардад. хуб, қаҳрамонҷон, ҳар як кор оғоз дорад, боз анҷом дорад. албатта барномаи нахустини мо инҷо расид ба фарҷоми худ ва албатта ман гумон мекунам ки дар охири барнома барои ҳамаи он нафароне ки ин лаҳзаҳо моро тамошо карданд, тамошобин буданд, мухлиси ҳаҷву ханда ҳастанд ва он нафароне ки тамошо накарданд, ҳамагонро гуфтанӣ ҳастем ки ин барномаи навини ҳаҷвӣ тақдим аз телевизиони сафина барои хотири хуш гардондани таби нозуки ҳар як нафар аст. доимо лабонатон пур аз ханда бошад. خنده خنده دعاگویتان بنده عزیزانم بخنده تا که نگردید گنده خنده 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 دعاگویتان بنده عزیزانم بخنده تا که نگردید گنده تالار پر از مخلصان همیشه شاد و خندان تالار پر از مخلصان همیشه شاد و خندان قرصک زنید به مایان از تحت دیل شمایان قرصک زنید به مایان از تحت دیل شمایان خنده 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 دعاگویتان بنده عزیزانم بخندید تا که نگردید گنده